خیر چرا ما دلسوزی نداریم؟ ما شمشیر کشیدیم فرقی سری هر کس زده رایستیم. جنجال همین دوستا برای ما جور میکنه، مشکل همیا برای ما ایجاد میکنه. و جای ازی که زانو بزنه در پیش عالم، خود سیر از قرآن و حدیث بکنه، از راه علم داخل شود در دعوت خود. بله غیرتی تا ما افتخار میکنم غیرتیستی، شجاعت داری. الله دیگه ای غیرت و شجاعتی تا در چوکات علم استعمال بکنه، با بصیرت استعمال کنه، بی بصیرت نباشه. ظلم دین زیاد شده، این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث، با صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، ملت به خیرخواهی دعوت بده، نه به تاپ زدن، نه به مشرک گفتن، نه به کافر گفتن، نه به مرتد گفتن. چاپلوسی کو در مسئله خدمت دین، چاپلوسی کو. عزت تا پایین بیار، غیرت تا پایین بیار. خبان که یک برادری مسلمان عقیده توحید الله سبحانه و تعالی را بگیره. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت با شب و روز گریان پیش میره. با که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخاطب زیاد نداشتم. گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. من چیزی نیستم. این اجتماع برای قوت دین تو، کتاب تو و حدیث تو است، حدیث رسولیت است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا از نفسم که در رسول الله مقدم باشه و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر را یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم.